دادستانی کل هامبورگ در شمال آلمان روز 1 مارس سال 2023 خبر داد که یک مرد 29 ساله زاده تاجیکستان را به عضویت در سازمان تروریستی دولت اسلامی یا داعش و میانروی برای مبلغ گذاری آن عیبدار می شود. دادستانی گفت این مرد تاجیک تلاش کرده است که تا به پیروان در عراق و سوریه دستگیر شده داعش کمک مالیوی رساند. نشریه نیمسی با تکیه به دادستانی هامبورگ می نویسد هدف او از جمله کمک به زنان بیوه مانده و فرزندان یتیم مانده اعضای کشته شده داعش از جمله زنان زندانی شده جنگیان بوده است. گفته می شود که او در اول سال 2020 با محبوسان و همچنین با مبلغ گذاران با هدف راهاندازی این کمک ها در تماس بود. بنا به اطلاع نشریه روززبان چاپ آلمان اوسط لپورت که این نشریه هم به اطلاع دادستانی هامبورگ تکیه می کند، مرد زاده تاجیکستان در استان مکلنبورگ پامرانیا در شمال آلمان زندگی می کند و در بازداشت قرار ندارد. دادستانی گفته است این جوان تاجیک تا انجام تفتیش در آزادی باقی میماند. اگر دادگاه او را در پشتیبانی مالیوی تروریسم گناهکار شمارد، طبق قانونهای آلمان به این جوان تاجیک از 1 تا 10 سال حکم زندان تهدید میکند. این یگانه مورد به همکاری با سازمانهای افراطی و تروریستی نظیر داعش عیبدار شدن زادگان تاجیکستان در آلمان نیست. بهار سال 2021 5 زاده تاجیکستان را در آلمان دستگیر کرده، یک شریک دیگر آنها را از آلبانیا آوردند. این افراد به قصد انجام حمله تروریستی در قلمرو آلمان با دستور داعش قصد کشتن یک دگراندیش ایرانی که خدا را انکار میکرد و تلاش در عوض پول کشتن یک تاجر آلبانی عیبدار میشدند. این زادگان تاجیکستان از جانب دادگاه آلمان محکوم به زندان شده. 2 نفر آنها ماه ینور سال 2023 در پی ادای بیش از نصف حکمشان در زندان آلمان به تاجیکستان استرداد شدند. اتفاقا آنها را در همان هواپیمای بردند که در آن عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید را نیز از آلمان اخراج کردند.